در نزد دادگاه ناحیه پچورسکی شهر کیف گردهمایی هواداران یاروسلاو پریتولینکو آخرین بندی اعتراضهای یورومیدان دایر شد. بر پایه عفو پرزیدنت اوکراین 8 فعال دیگری مخالفین که در پی خشونت‌های ماه دکبر بازداشت شده بودند به آزادی برآمدند. در پاکستان مجلس پیران ناحیه کرک ولایت خیبر پختونخوا طلب کرده است که حق این ناحیه از حساب درآمد گاز طبیعی بیشتر شود و شرکت‌های استخراج کننده به بودجه محلی سرمایه بیشتر سپارند. همچنان پیران ناحیه درخواست نمودند که مقامات تأمین مردم محلی با گاز طبیعی را توسعه بخشند. در ارت کافه هومبولت شهر سنت پتربورگ روسیه نمایش نگاره‌های دنیس لیوکین برپا شد. این حامی یادگاری‌های تاریخی که یک سال اینجانب با جرم لطوکوب افسران پلیس در زندان می باشد، نگاره‌ها را از نان و خمیر تهیه کرده است. Это четки из черепов, я настолько... Четки из черепов, четок у нас много, это просто... در ناحیه آقتالوی ولایت شمالی نارین قرقیزستان میدانچه یخمالک بازی بنیاد شده است. نارین سردترین گوشه قرقیزستان است و زمستان سردی هوا در این استان تا 40 درجه تحت صفر پایین می شود. میدانچه های ورزشی با کمک سازمان های محلی جوانان ساخته شدند.